رشد قابل قبول 5% داریم اما با تورم بالا. رشد وقتی محسوس میشه که باید بالاتر باشه، 8%، 10 سال پشت سر هم استمرار داشته باشه. برای یه موتور رشد ما از محل فروش نفت از صادرات نفت هستش اتفاق میفته. دومین موتور رشد ما کجا بوده؟ خود صنعت بوده. یعنی حال صنعت ما بد نبوده تو این 2-3 سال اخیر. 1402 چه اتفاقی افتاده؟ باز رشد گروه نفت و گاز خیلی بالا بوده. ما 1402 هم قیمت نفت بالاتر رفته، هم فروش نفت بالاتر رفته. برای من شما می‌بینید که رشد این موتور کماکان داره خوب کار میکنه. اما موتور دوم ما که رشد صنعت بوده ضعیف شده. چه عاملی باعث میشه داره صنعت آسیب میزنه؟ یکیش قدرت خریده. خب یه زمانی مردم قدرت خریدشون خوبه، شما لوازم خانگی تولید میکنی میخرن، فرش تولید میکنی میخرن، محصولات صنعتی تولید میکنی میخرن. اما وقتی به سقف قدرت خرید برسی تولید میکنی خریده نمیشه، مجبوری چیکار کنی؟ فروش قسطی رو راه بندازی. اگر تامین ارزمون هم مشکل بخوره خب تنگنای صنعت قضیه جدی میشه. بگذاریم که کم کم 2 تا پدیده هم داره رو صنعت ما آسیب میزنه. یکی عقب‌ماندگی تکنولوژیه. هم بانک جهانی هم صندوق بین‌المللی پول دارن پیش بینی میکنن ایران تو مسیر رشد کاهنده داره قرار میگیره. یعنی ما دیگه متوسط رشدمون از 3.9 بگیریم 4 کم کم داره میاد رو 3%. و اگر ما با همین دست فرمون بریم سرمایه گذاری بهتر نشه، سرمایه موجود مستهلک بشه، میانگین رشدمون کم کم میاد رو 2.5%. و این برای 10 سال آینده ما خیلی خطرناکه. تورم اولش خطی میره بالا، آروم آروم شروع میکنه بالا رفتن. به 70-80 که میرسه گاماش دیگه فزاینده میشه. اول 10%، بعد 30%، بعد 70%، بعد 150%، بعد 300%. یعنی گامای فزاینده پیدا میکنه و شما سریعتر از اون چیزی که تصور بکنید یهو تورمتون میشه 700%. یه نظریه‌ای دارن میگن بحران ها اگر طولانی بشه قدرت سرایتش زیاد میشه. ناترازی انرژی بسیار زیاد شده. اخبار غیر رسمی که مثلا من تو سایت الف دیدم این بود که ما 3 میلیارد دلار امسال بنزین وارد کردیم، 3 میلیارد دلار گازوئیل وارد کردیم. پیش بینی که تو 1403 این عدد هر کدوم 5 میلیارد دلار میشه. 10 میلیارد دلار ما فقط داریم وارد میکنیم که بخش قاچاق میشه میره. آیا پول داریم 10 میلیارد دلار این روند رو ادامه بدیم؟ چون اگه بخوای ادامه بدی سال بعدش میشه 15 میلیارد دلار. چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، چه مخالف باشیم چه موافق باشیم، امسال سالی هستش که دولت مجبور حامله انرژی جدی گرون بکنه و متاسفانه فرصت 2 ساله رو به جای اینکه آروم آروم گرون میکرد مثل دولت روحانی از دست داد. امسال گرون خواهد کرد و خدای نکرده میتونه اعتراضات شدیدی رو ایجاد بکنه. خب وقتی این ریسکا میره بالا چه اثری میذاره؟ انتظار تورمی داغ‌تر میشه، جامعه بدبین‌تر میشه نسبت به آینده، آماده میشه که تورم‌های جدی‌تر داشته. وقتی بدونه که تورم جدی‌تره حتی سیاست انقباضی هم شما اعمال بکنی خوب کار نمیکنه و شما میتونه تورمتون متاسفانه به نصابای بالاتر هم برسه و این خطری هستش که متاسفانه پیش روی ما هست. وقتی شما فکر کنی آینده بی‌ثبات‌تر هستش، یکی از کارهایی که میکنی چی هست؟ حمله ارزی. جامعه شروع میکنه ارز خریدن، طلا خریدن. همین قضیه خود شوک ارزی رو تشدید میکنه. قیمت طلا تابع 2 تا متغیر دیگه، یکی ارز، یکی اونس جهانیه. اونس جهانی از چند متغیر تأثیر میگیره. یکیش بی‌ثباتی تو جهانه. تنش‌های ژئوپلیتیک که زیاد میشه همه دنیا پناه میبرن به طلا. یعنی بانک‌های مرکزی دنیا شروع میکنن طلا خریدن. تو مقیاسای خیلی وسیع طلا میخرن.
مثلا بانک مرکزی چین توناژ میخره. بانک مرکزی سنگاپور اخیراً گزارش اومد توناژ تا طلا خریده. طلا رقیب نرخ بهره هم از تو آمریکا. یعنی آدما فکر میکنن پولمون بذاریم تو بانک یا فیکس اینکام به اصطلاح، یا بریم طلا بخریم. وقتی بهره بالاست تو آمریکا طلا کمتر میخرن، وقتی بهره میخواد بیاد پایین طلا بیشتر میخرن. حالا سیاست آمریکا ظاهرا این هست که بالاخره بهره رو شروع کنه پایین آوردن، برای من یه خورده جذابیت طلا زیاد شد. عامل دیگه رونقه تو کشورهای پیشرفته. وقتی کشورهای پیشرفته رونق داره سهام شرکتاشون رشد میکنه، مردم میگن آو بریم سهام بخریم چون رشد میکنه. وقتی احساس کنن که رو به رکوده میگن ولش کن بریم طلا بخریم. حالا ظاهرا پیش بینی کوتاه مدت اینه که اوضاع تولید تو اروپا آمریکا خیلی جالب نیست، بنابراین اینا مقوم این هستش که اونس احتمالاً افزایشی یا دست کم کاهشی نخواهد بود. برای همین من خودم شخصا نسبت به چشم انداز طلا خیلی نگاه مثبتی دارم.